سلام رفقا، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از چنل یوتیوبی مسیر. امروز همسفر ما یزدانه و یک مهاجرتی کرده که خیلی بین جوانای ما الان محبوبه، مهاجرت تحصیلی به کشور ایتالیا. اگه قصد مهاجرت به ایتالیا رو دارید میتونه این ویدیو براتون جالب باشه، سوالای خوبی قراره بپرسیم و جوابای قشنگی بشنویم. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. سلام یزدان جان، حالت چطوره؟ سلام، مرسی، ممنونم. و این که یزدان هستم، 25 سالمه و تقریبا 3 سال پیش مهاجرت کردم ایتالیا، تورین و پلی‌تکنیک تورین. و اقدام کردی برای پلی‌تکنیک تورین، درسته؟ اولش اقدام کردم برای پلی‌تکنیک تورین و مشغول به تحصیلی اونجا؟ من نه، حقیقتش دیگه پلی‌تکنیک تورین مشغول نیستم و اومدم دانشگاه تورین، اون یکی دانشگاهش، برای یه رشته که بیشتر دوست داشتم و بیشتر بهش علاقه داشتم، بیزنس و منیجمنت. اونجا الان مشغول تحصیلم. آها، مشغول به تحصیل. امیدوارم که موفق باشی. خب مرسی. چه خبر؟ ایتالیا چطوره؟ اوضاع چطوره؟ هوا چطوره؟ ایتالیا بد نیست، خوبه، قشنگی‌های خودشو داره ولی سختی‌های خودش هم داره دیگه. الان هوا یه روز گرمه یه روز سرده، کلا تابستون عجیب غریبی بود تو ایتالیا. مثلا یهو تگرگ میومد، مثلا طرفای جون جولای اینا مثلا سیل میومد. بعد تغییرات آب و هوایی دیگه شامل همه جای اروپا میشه. آره، یه ذره کلا اونجا شنیدم آب و هوا متغیره، خیلی تغییرش زیاده. غریب شده، آره، قبلا اینطوری نبود. خب یزدان جان، بهم بگو که چی شد که تصمیم به مهاجرت گرفتی و پیش خودت فکر کردی که یزدان دیگه باید بارو بندیل رو جمع کنه و بره ایتالیا؟ حقیقتش همیشه میخواستم مهاجرت بکنم کلا، یعنی بعضی آدم ها اینطوری، یعنی هیچ آینده خاصی تو ایران تصور نمیکردم برای خودم، چون به حال همیشه اینترنت رو نسل ما همیشه اینترنت رو داشته و خلاصه اینستاگرامی بوده، یوتیوبی بوده، همیشه آدم میدیده و دلش یه زندگی نرمال میخواسته، یعنی نه چیز لوکس خاصی، یه زندگی نرمال، یه نمیدونم اینترنت معمولی درست درمون، یا مثلا اگه آدم چیزی میخواد بخره یا چیز جدیدی میاد تو بازار برای بقیه مردم دنیا، آدم دسترسی داشته باشه، یا مثلا این پرداخت هایی که با کارت میخوای انجام بدی پرداخت کنی راحت، مثلا مثال های کوچیک. و همیشه میخواستم مهاجرت کنم. حالا اینطوری بودم که مثلا بعد لیسانس، نمیدونم بعد فوق لیسانس کجاش، اینا معلوم نبود. و بعد موضوع ایتالیا پیش اومد با قضیه بورسیه استانی که داره، که اولش گرفتنش به نسبت راحته برای ما ایرانی‌ها، به خاطر اینکه باید مدارک مالی ارائه بدیم و اون مدارک ترجمه بشه و اینا. ایتالیا رو انتخاب کردم و دیگه فعلا هم ایتالیا هستم، ولی بعید میدونم که بمونم اینجا. هدفت اینه که به جای دیگه ای بری؟ آره، بعد خیلی اینجا رو دوست دارم، ولی بعد تحصیل بعید میدونم که اینجا بمونم و خیلی همین کارو میکنن و اصلا از اولم پلن همین بود و فکر کنم پلن اکثر کسایی که میان ایتالیا همینه. یعنی یه کشور موقت میبینن اونجا رو واسه اینکه جاب آره. بزنن برن جای دیگه ای. آره، برای کشور موقت کشور خیلی خوبیه، ولی خب یه چند سالی هم اینجا پاگیر میشی، یعنی تا حالا درس تمام بشه، تا حالا به قول گفتنی همون درسه مثلا 3-4 سال اگر لیسانس باشی طول میکشه، اگه فوق لیسانس باشی 2-3 سال طول میکشه و یهو هم دیدی پاگیر شدی موندی. اینم هست. این راجب دانشگاه اینا، خب قبلش قطعا تحقیق کرده بودی و میدونستی که میخوای چه رشته‌ای و کجا بری و بخونی، قطعا اقدامات زیادی داشت. این انتظاری که از قبل نسبت به اون دانشگاه داشتی وقتی رفتی اونجا برآورده شد برات و همون چیزی که میخواستی بود یا نه؟ حقیقتش آره، من قبلش تحقیق کردم، ولی چون یکی از دوستانم داشت برای همون دانشگاه اقدام میکرد که خیلی مثلا رشته های دیگه و دانشگاه های دیگه و اینا رو تحقیق نکردم. گفتم مثلا فلانی داره همون رشته و همون دانشگاه میره، منم برای همون
اپلای میکنم، رشته خوبی به نظر میاد، مهندسیه. حالا من برای مهندسی کامپیوتر اپلای کردم و حالا مهندسی کامپیوتر قبول نشدم. من داستانهای خودش داره، چون برای دانشگاه باید یه آزمون ورودی بدی و من 2 روز قبل از آزمون ورودی از شدت استرس حالم بد شده، کلا آزمونم خراب کردم و اینا. ولی دانشگاه خیلی سخت‌تر از اون چیزیه که تصور میکردم و یه نکته که هست اینه که برای بورسیه استانی اون سازمانی که بهتون بورسیه رو میده براش مهم نیست چه رشته شما دارین میخونید، فقط واحد پاس کنین و بهش ارائه بدین. یعنی اصلا آسون باشه سخت باشه مهم نیست. و کسایی که میان دانشگاه سخت برمیدارن، رشته سخت برمیدارن، اگر واقعا نتونن واحدا رو پاس کنن، خیلی هاشون چون پیش میاد اینجا بورسیه رو دست میدن و علاوه بر اون شما بورسیه‌تون رو دست نمیدین، بورسیه که گرفتین هم باید ازتون پس میگیرن. حالا اسپندی میگن اوکی، ولی این اتفاقیه که برای خیلی ها میفته اینجا و کسی در موردش صحبت نمیکنه. به خاطر همین اگه تو خودتون نمیبینین که اون رشته رو خیلی دوست ندارین یا خیلی درسون نیستین که اوکی هم هست. حالا خیلی آدم پتانسیل‌های دیگه ای دارن برای چیز، حالا صرفا درسون بودن نیست. این کار نکنین، حقیقتا برای پلی‌تکنیک اقدام نکنین، چون پلی‌تکنیک تو این دانشگاه خیلی سختیه. پس نظرت اینه که اگه طرف واقعا علاقش نیست و انگیزش رو نداره و فقط صرفا میخواد از این شیوه مهاجرتی اقدام کنه، یه رشته ارزون، یه رشته راحتی بره بخونه که بتونه پاس کنه و بورسیش دچار مشکل نشه؟ آره، یعنی صرفا حالا خیلی هم میخوام بگن تو حالا مثلا مهندسی و به قول گفتنی بحث پرستیژ و اینا هم هست دیگه، ولی خب تهش آدم خودش شرایط براش تختر میشه. و چون من خیلی دور برای خودم دیدم و خیلی پیش اومده، توصیه میکنم که یه خورده بیشتر به خودشون فکر کنن تا حالا، چون وقتی میان اینجا دیگه خودتون، یعنی دیگه کسایی که به خاطرشون توی ایران مهندسی رو انتخاب کردین اینجا به دارتون نمیرسن که حالا بیا همون مهندسی رو جمعش کن، به قول گفتن. آره. خب حالا راجع به دانشگاه گفتی، راجع به خود ایتالیا قبل از اینکه بری، قبلش تجربه مسافرت به ایتالیا داشتی یا دیده بودی اونجا؟ نه. قبل از اینکه بری وارد ایتالیا بشی و وقتی شدی چقدر تفاوت داشت به نظرت؟ یه خورده کشور خوبیه، آب و هواش به نسبت خوبه، غذاش عالیه و مردمش هم خوبن، ولی یعنی تو برخورد اول خصوصا اگه یه خورده ایتالیایی صحبت کنی متأسفانه انگلیسی خیلی صحبت نمی‌کنن. این موضوعیه که باید خیلی که در نظر بگیرن و آدم به مشکل برمیخوره. یعنی میخوای کارهای اداری رو انجام بدی، انگلیسی صحبت نمی‌کنن و در هر صورت مثلا خیلی با انگلیسی میان، خودم با انگلیسی اومدم و باید داشته باشی که با زبان خیلی به مشکل بر بخوری، چون اصلا مقاومت خاصی دارن در رابطه با انگلیسی صحبت کردن. و ولی خب از اون طرف هم اگه یه خورده ایتالیایی صحبت کنی از اونان که خیلی خوششون میاد، یعنی بات راه میان، یعنی مثلا خیلی خوششون میاد بات راه میان و به قول گفتنی اصلا حتی سر کار اداری، سر خیلی تمام این پروسه ها راحت‌تر انجام میشه. همچنان سخت تو جمع خودشون راه میدن، خب یه خورده اونش زمان میبره، ولی در کل خیلی خوبه اگه یه خورده ایتالیایی بلد باشیم قبل از اینکه داریم میایم، یا حتی وقتی اومدیم شروع کنیم به یاد گرفتن، چون خیلی تاثیر میذاره یه خورده ایتالیایی تو کیفیت زندگی اینجا. خیلی هم میگن مثلا ما نمیخوایم بمونیم و ما اصلا چرا باید زبان یاد بگیریم و اینا، ولی خب 3 سال 4 سال 5 سال اینجا هستین و یه وقتایی پیش میاد اگه مثلا یه جایی یکی کارتون درست انجام نده یا مثلا یه قضیه درست پیش نره، شما کلا مسیر زندگیتون شاید 1-2 سال این ور اون ور بشه، حالا سر دانشگاه، سر بورسیه، و خب شما لازم دارین که
بفهمین که داره چه اتفاقی میفته توی دور و براتون که به زبان ایتالیایی همه چی. به خاطر همین خوبه، خیلی تاثیر میصرفه که آدم یاد بگیره، حتی اگه به 4-5 سال فقط اینجا باشه. خیلی الان که داری صحبت میکنی خیلی سوالات تو ذهنم داره زیاد میشه. راجع به غذاهای ایتالیا گفتی خیلی غذاهاش خوبه. ایتالیا چیا داره به جز پیتزاش که دیگه همه میدونن؟ ببین غذاش خوبه، مثلا چجوری بگم، تو وقتی میری سوپرمارکت خب پاستا داره، پاستا و پیتزا، اوکی خب، و حالا یه سری چیزای دیگه که حالا اون ساندویچ و ایناست، ولی در کل وقتی میری سوپرمارکت مواد اولیه کیفیتش خوبه. یعنی تو مثلا سس آماده، من خودم سس پاستا درست نمی‌کنم، همه میرم سس آماده می‌خرم، ولی کیفیت همون سس آماده واقعا خوبه، واقعا جوابه، که مثلا توی پاستای چه می‌دونم 10 دقیقه‌ای خوشمزه در بیاری. کیفیت غذا بالاست در واقع میشه. کیفیت موادی که میری سوپرمارکت خرید می‌کنی خوبه، و تو مثلا میری اگه 2 تا سس پاستا بخری، خود پاستا رو بخری که همونو مثلا 10 دقیقه سر هم کنی، خوشمزه است، کیفیتش خوبه به نسبت کشورهای دیگه تو همین اروپا. به نظر من خیلی خوبه، یعنی زندگی دانشجو اوکیه. حالا درسته مثلا کیفیت سلف دانشگاه اونقدر چنگی به دل نمیزنه، خیلی سلف نمیرن، ولی به نسبت هزینهش که فکر کنم، البته با بورسیه، مثلا 2 یورو نیم اگه اشتباه نکنم تا جایی که یادم میاد، 2 یورو نیمه بابت هر وعده غذایی. آره بابت هر وعده که یه قسمتیش پاستا، والا چیزه، اینا پریمو دارن، سکوندو دارن، پریموش کربوهیدرات، سکوندوش معمولا یه پروتئین چیزیه، و خب و یه ساید دیش داره، نمیدونم فارسیش کنار غذایی میشه حالا هرچی. بعد اینو مثلا توی منسا توی سلف دانشگاه پوشش میده اینا رو. سایدیش فکر کنم میشه همون مخلفات ما یا مثلا مزه و اینجور چیزا. مثلا الان میگم مثلا یه بشقاب تیپیکال سلف دانشگاه مثلا پاستا با مثلا حالا کنارش یه مرغی چیزی، و حالا مثلا چه میدونم یه وقتایی سوزنی سرخ کردهش با عنوان ساید دیشه، یا مثلا چه میدونم بروکلی هویج، یا مثلا یه همیچین تیپیه، اون کیفیتش متوسطه، ولی برای مثلا 2 یورو نیم وقتی که مثلا چه میدونم یه دانشجو خب درگیر دیگه، بعد مثلا تو بخوای خودت غذا درست کنی، بعد بری خرید، بعد غذا درست کنی، بعد ظرف بشوری، دیگه این کارا رو نداری، میری مثلا غذا رو میخوری نیم ساعت و میای. به خاطر همون مثلا اون به نسبت تایمی که سیو میکنی خیلی خوبه، ولی از طرف هم خودت خواب بری خرید کنی با همون هزینه میتونی یه چیز 1-2 لول با کیفیت تری داشته باشی توی خونه. بعد بهم بگو داستان سس و پیتزا چیه توی ایتالیا؟ ببین برای خیلی جالبه اینا خودشون یا پیتزایی دارن که سیب زمینی سرخ کرده رو میریزن رو پیتزا میخورن و براشون اوکیه. خب و من با دوستان صحبت میکنم، میگم چطور شما سیب زمینی سرخ کرده رو میریزین رو پیتزا و میخورین و این اوکیه، و بعد سس ریختن براتون روی پیتزا گناه کبیره حساب میشه و میگن اصلا که قفل کاملا نه؟ بحث قفله که دیگه براشون معنی نمیده دیگه، براشون مثلا اینطوریه که مثلا این پیتزا خودش سس داره، خب تا یه جایی هم درکشون میکنم، چون کلا اون سس مزه پیتزا رو تعطیل میکنه و تو فقط سس و نون در واقع حس میکنی. یه چیزیه که دیگه تبدیل به یک آدابی شده توی این مدت آره مثلا دیگه یه جور گناه حساب میشه، چون مثلا آمریکایی‌ها هم خیلی اهل مثلا این کارا هستن و اینا هم کلا اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها خیلی میونه خوبی ندارن، یعنی نه با عادات غذاییشون نه با چیزشون اینا، و اینا مثلا میگن که مثلا چون یه چیزی که بیشتر از اون ور میاد ما اصلا کلا با این قضیه میونه خوبی نداریم. بعد یه سال دیگه برام پیش اومد، این که شما الان اقامت دانشجویی داری توی ایتالیا، با این اقامت دانشجویی چه خدماتی در اختیار شما قرار میگیره؟ میتونی چه کارهایی کنی؟ چه جاهایی میتونی بری سفر؟ یا مثلا
مثلا من میدونم توی ترکیه کسی که دانشجوه حمل و نقل عمومی واسش با هزینه کمتری محاسبه میشه، یا یه سری جاها هست که میتونه غذا تهیه کنه با هزینه پایینتر. میخوام ببینم توی ایتالیا چه چیزایی رو برای شما در نظر گرفتن؟ هیچ کدوم از اینا نیست. اقامت دانشجویی هیچ، یعنی مسافرت و اینا که خب حوزه اروپا اوکیه، میشه مسافرت کرد، ولی به غیر از اون خدمات خاصی نیست. مثلا غذا که گفتم، همین سلف دانشگاه، حالا یه جایی مثلا تخفیف دانشجویی هست، ولی اون دیگه به خود اونجا مربوط میشه، یعنی یه چیزی نیست که دانشگاه یا دولت. آره، مثلا برای غذا که گفتم صرف دانشگاه، اونم تحت شرایط اینه که بورسیه داشته باشی، یا اگر بورسیه هم نداشته باشی میتونی جداگانه برای سلف دانشگاه اقدام کنی که اون تخفیف رو بگیری، که اونم پروسش مثل بورسیه میمونه. یعنی یه سری از کسایی که بورسیهشون از دست میدن باز هم میتونن بیان سلف دانشگاه و به همون قیمت غذا بخورن. و مثلا حمل و نقل عمومی چجوریه؟ تا 26 سال اصلا ربطی هم به دانشجو بودن نداره. تا 26 سال شما یه مبلغ کمتری رو میدی، یعنی هرچند از سنت میده بالاتر هزینه بیشتری رو پرداخت میکنی، چون خب طبیعتا میگه کار میکنه، درآمد داره و به قول گفتن هزینه بیشتری باید پرداخت کنه. حالا بحث دانشگاه این وسط اینه که اگر تا یک تاریخی، مثلا دانشگاه معمولا ددلاین دارن، تا یک تاریخی این هزینه رو بدی، این کارت سالانه حمل و نقل رو بخری، خب بعد مثلا حالا رسیدش رو برای دانشگاه بفرستی و خلاصه اون پروسه طرف دانشگاهش رو انجام بدی، دانشگاه تا 80% مبلغ رو بهت برمیگردونه. اینه قضیهش. به غیر از یکی از آپشن ها دیگه، چیز خاص دیگه ای به جز اینا نیست؟ نه، یعنی حتی مثلا بیمه خاصی هم ما اینجا نداریم، یعنی بیمه‌مون خودمون باید بگیریم که سالانه برای تمدید اقامتمون هم اینجا سالانه است، هر سال باید تمدیدش کنیم. یعنی هر سال شما میدی واحدایی که پاس کردی ارائه میدی که به عنوان یک دانشجو اونجا داری درس میخونی، مثلا باید خیلی نیست، فکر کنم سال یه امتحانه به جایی که میتونم، بعد پاس کنی و بعد خودت برای خود بیمه تهیه کنی و بعد به ارائه بدی که برای خود بیمه تهیه کردی و به قول گفتنی مثلا مدارکت رو تمدید کنی که اون خودش هم پروسش 1-2 ماه طول میکشه. کوتاه مدت، خیلی طولانی نیست. خیلی جالبه. داشتم این فکر میکردم که یزدان، قبل از اینکه بری ایتالیا تجربه سفر به کشور خارجی داشتی؟ نه، هم نه، خیلی از دوستان خیلی نه تجربه خاصی نداشتیم و اولین کشور خارجی که اومدیم در واقع ایتالیا بود. حالا خیلی با این تفاصیل میخوام یه سوال بپرسم. میخوام اولین باری که وارد خاک ایتالیا شدی چه حس و حالی داشتی؟ یه کشور جدید، یه اقدام جدید، یه کاری که برای اولین بار انجام دادی، اونم با استرس هایی که پشتش داره. بالاخره اون اوایل پذیرفته شدن تو دانشگاه و بورسیه رو قبول شدن و نمیدونم خوابگاه و همه اینا، فکر کنم یه فشاری رو آدم میاد. هم آدم خیلی هیجان زده است، چون خب کلا اولین تجربه من بود برای یک کشور خارجی که حالا میدیدی مثلا چه میدونم اولین تجربه، خب مثلا میای توی فرودگاه و فرودگاه اینترنت درست، فرودگاه میلان حداقل که من رسیدم مالپنزا، یه اینترنت ترتمیز بدون فیلتر درست همون با سرعت اوکی داره و خب ما تجربه معمولا هر سری که میخوایم کانکت بشیم بعد با یه 10 تا فلاشگن کشتی بگیریم تو ایران تا کانکت بشیم و خب این خودش یه چیز عجیب غریبیه و اون لحظه پاک کردن دونه دونه این فیلتر شکن‌ها که دیگه من به شما نیاز ندارم خیلی حس شیرینیه. و حالا بماند که مثلا محیط اینترنشنال تریه، تو آدم از همه جای دنیا میبینی و خب ما هم تجربه تو ایران نداریم دیگه، چون توریستی به اون صورت نمیاد، ما فقط خودمون رو میبینیم خودمون. این خودش تجربه جالبیه. و حالا بماند یه سری از محدودیت‌ها که برای خانوما نیست، اون خودش هم حس خوبی میده، حس این که مثلا بقیه آدما آزادترن، حس خوبی هم به تو میده. موضوع اینه. آره 100% همینطوره. و تمام این قضايا، حالا بحث زبانم که من
میگم گفتم یه مسئله است، یعنی یه خورده نمیفهمی دور و بر چه اتفاقی داره میفته چون کشور انگلیس هم مهاجرت نکردی و این یه خورده سخته، این یه خورده حس ایزوله شدن بهت میده، ولی در کل خوبی ها و بدیهای خودشو داره دیگه. الان توی این 3 سال ایتالیایی یاد گرفتی؟ میتونی صحبت کنی؟ من ایتالیایی یاد گرفتم چون باید سر کار میرفتم و میخواستم سر کار برم. حالا نه اینکه کار خاصی باشه، ولی کلا کار جنرالی که رستوران، سوپرمارکت یا هر جایی اینجا زبان ازت میخوان، یعنی باید زبان بلد باشی توی ایتالیا. یعنی توی دانشگاه به این زبانه نیاز نداشتی، به خاطر کار یاد گرفتی؟ دانشگاه خب رشته انگلیسیه و چرا صادقانه بگم دانشگاه هم با اینکه دانشگاهش اینجا اینترنشناله، ولی خب شما اگه کارت به بگم ترجمهش دبیرخونه، اینجا بهش میگن سکرتریا، قسمتی که حالا میخوای بری کارهای اداری تو انجام بدی، حالا هر کاری با دانشگاه داری یه پیشخونی هست که بری انجام بدی، اونجا هم باید بگردی یکی رو پیدا کنی که انگلیسی صحبت کنه چون حتی سر دانشگاه اینترنشنالش هم خیلی کارمنداش انگلیسی به اون صورت صحبت نمیکنن همشون. ولی نه، در کل برای درس خوندن اینجا صرفا درس خوندن به ایتالیایی لازم نداری، ولی خب برای زندگی کردن واقعا لازم داری. خیلی فرق میکنه کیفیت زندگی اینجا وقتی که حالا ایتالیا. این راجع به وقتی بود که رفتی و رسیدی ایتالیا. قبلش، خیلی قبلترش که میخواستی کوله بارتو جمع کنی، با خانواده خداحافظی کنی، با دوستات خداحافظی کنی و میدونستی که قراره بری و ممکنه یه مدتی برنگردی یا هیچ ذهنیتی راجبش نداشتی، اون موقع چه احساسی داشتی؟ روزهای آخر، ثانیه‌های آخر، خداحافظی ها؟ صادقانه بگم اولین بار انقدر که استرس داشتم برای تمام مسائلی که باید هندل میکردم وقتی رسیدم از خونه، از کارهای اداری، از دانشگاه که خیلی از بچه ها دیرتر میرسن، از مثلا وسط های ترم میرسن تا حالا ویزاشون بیاد تا کاراشون انجام بشه، تمام اینا و اون تغییر بزرگی که داره پیش میاد، کلا احساس غم و ناراحتی و خدافسی و اینا رو نداشتم اولش. خب و خیلی جالبه دفعه های بعد که حالا اومدم و برگشتم این ناراحتی بیشتر بود، چون دیگه اون مسائل نبود، یه زندگی خودم اونجا داشتم و همیشه اوکی بود. به خاطر همین این ناراحتیه رو بیشتر حس می‌کردم موقع خداحافظی های، چون دوباره اومدم برگشتم بیشتر حس می‌کردم تا دفعه اول صرفا می‌خواستم برم، یعنی می‌خواستم برسه اون تاریخه و پرواز کنم و تموم شه، برم به اون طرف برسم. موضوع اینه. آره، متوجه شدم. بعد بهم بگو که یزدان، دانشجویی که میره اونجا و پذیرش میشه، مثل شما که پذیرش گرفتی، آیا نیاز به این داره که باز هم از نظر مالی از ایران تأمین بشه یا نه اونجا انقدری بهش بها داده میشه و تأمین مالی میشه که نیازی به پول نداشته باشه دیگه از این طرف؟ قطعا نیاز داره که تامین بشه. قطعا نیاز. به خاطر بالا بودن هزینه‌های زندگیه یا به خاطر چیه؟ ببینید اون بورسیه استانی خب حداقل هزینه ها رو کاور میکنه، یعنی خب میشه با اون سر کرد، ولی خیلی بیسیکه هزینه، یعنی صرفا تو ارزون ترین خونه ممکنه گیر بیاری که اونم تازه به سختی پیدا میشه و مثلا هزینه یک اتاق سینگل حداقل موقعی که اومدم میخوره ارزون تر بود، ولی الان خیلی گرونتر شده، مثلا شاید هلوش با قبضا اینا هلوش 400 یورو حداقل بیفته و حالا شما هزینه خورد و خوراک و هزینه دیگه هم داری که مثلا حالا 500 600 700 همینطوری میده بالاتر دیگه، بستگی به سبک زندگی داره. ولی تازه این با بورسیه است که اونم خیلی از بچه‌ها میان برای پلی‌تکنیک و خیلی از بچه‌ها سختشونه، واحدا به سختی پاس میشه، چون میگم واقعا هر کی داره پاس میکنه توی پلی‌تکنیک تو این واحداشو واقعا دمش گرم، کار خیلی شاقی داره میکنه و این بورسیتون از دست میدین و حتی ممکنه برگردونین. به خاطر همین باید یه خورده ظرفیت ساپورت داشته باشین به نظر من.
حالا خودتون هم میتونین اینجا کار کنین ولی سخته، یعنی واقعا اینجا کار کردن و کار پیدا کردن سخته، بدون زبان ایتالیایی خیلی سخته، با زبان ایتالیایی تازه سخته. این موضوع اینه چون من خودم میگم تجربهشون داشتم، چون خیلی هم مصاحبه رفتم و خیلی هم چیز کردم و سخت میگیرن، خصوصا حالا مثلا چون توی تورین، چون خب حالا یه خورده مثلا اگه شهر توریستی باشه خب حالا یه خورده مثلا آپشن رستوران و هتل و اینا رو بیشتر داریم که جاهایی که معمولا خب دانشجوها کار پیدا میکنن برای کار دانشجویی، ولی اگه نه یه خورده شانستون پایین تره برای چیز. مثلا خیلی از بچه‌ها دلیوری اینجا کار میکنن که اونم داستانهای خودشو داره، ولی خب این دم دست چی میگن؟ دم دست در دسترس ترین آپشنه به قول گفتنی کار، همون دلیوریه که مثلا زبانم اینا لازم نداره ولی خب اونم سخته، مگه اینکه دوچرخه برقی بگیری که اونم خب هزینه داره، گرونه و وقتی میای اینجا 1 یورو هم برای 1 یوروه. آره باید سعی کنی حساب کتاب کار دستت باشه. خیلی حساب کتاب باید بکنی و خیلی دست و بالت بسته است به عنوان کسی که اینجا دانشجوه و اون قدم کار نمیکنه، نمیتونه یعنی کار بکنه. خیلی ممنونم از اطلاعاتی که دادی، خیلی مکالمه خوبیه. من میدونم که همه کشورها فرهنگ خودشونو دارن و ممکنه یک چیزهایی رو، یک سری رفتارها ویژه خودشون باشه. تو وارد ایتالیا شدی، چیزی بود که تو رو دچار شوک فرهنگی کنه یا برات عجیب باشه یا یه داستانی باشه که تا حالا ندیده باشی یا نمیدونستی انجام دادی و بعد فهمیدی که مثلا چقدر عجیب بوده این کارم برای ایتالیایی ها؟ بحث حالا این مورد آخر به من پیش نیامده، چون کلا من مدلی هم که خیلی نگاه میکنم که ببینم دارن چی کار میکنن یا به قول گفتن دور برم چه اتفاقی داره میفته و خلاص آره آنالیز میکنم که مثلا یه وقتی اشتباه فاحشی مرتکب نشم. ولی خب ایتالیایی‌ها یه اخلاقی که دارن اینه که خیلی شیفته خودشون و فرهنگ خودشونن، یعنی اگه مثلا کشورهای دیگه خالی یه خورده مثلا کمتر اینطورین، مثلا یه علاقه نشون میدن به قول گفتنی به فرهنگ تو، یه مثلا ممکنه 4 سال بپرسن، نه ایتالیایی نه، ایتالیایی تا زمانی بات اوکی ان که شبیه خودشون بشی، مثلا شیفته فرهنگشون باشی، شیفته غذاشون باشی، مدل خودشون باشی و خیلی اوکی همه چی. یه خوردن دراماتیکن خیلی اخلاقا. هم حس میکنم سخته تو ایتالیا زندگی کردن، به خاطر اینکه شما همیشه باید روی مد باشی، همیشه باید لباستو رعایت کنی، ترکیب رنگی تو، نوع راه رفتن تو. این خوبه یه موقع، یعنی اگه یه جایی، نه که حالا همه که رو مد نیستن ولی خب کلا من خودم به شخصه وقتی از خونه میام بیرون، مثلا نمیدونم چه میدونم میخوام برم سوپرمارکت، میخوام برم حالا یه قدمی بزنم یا هرچی، کلا میانگین مردم تیپشون اوکیه و حالا خوشبوش حساب میشن و خب حالا آدم خوب میکنه، یعنی موضوع اینه که با اینکه آره شاید خودم تیپ خود منم مثلا تیپم معمولی باشه، اصلا به خوشبوشی اونا نباشه، ولی کلا بودن توی اون فضا حال آدم خوب میکنه، صرفا حالا قطعا لازم همینطوریه. خیلی به نظر منم خیلی محیط تاثیر داره و آره اون خیلی حس خوبی که از محیط میگیری خیلی ارزشمنده. آره یعنی کلا مثلا من خودم ترجیح میدم که مثلا اینجا زندگی خیلی معمولی داشته باشم تا اینکه یه آدم خیلی پولدار باشم تو ایران، یعنی این نظر خودمه، شاید خیلی این نظر نداشته باشم خیلی ولی جمله مهمیه واقعا، یعنی اگه واقعا مثلا عقیدت باشه خیلی جمله مهمیه، چون خیلی به این فکر میکنن که توی ایران اگه پول داشته باشی تمومه، ولی بعضیا به این میرسن که نه، اون آرامشه رو من هر چقدر پول داشته باشم ممکنه تو ایران نداشته باشم. آره این یکی از اولین چیزهایی که میای اینجا و حس میکنی اون آرامشه است. اینجا مردم حالشون خوبه، حداقل خیلی بهتر از ایرانه و خب زندگی کردن تو همچین جامعه‌ای حال آدم خود به خود بهتر میکنه، خوب میکنه.
حالا نمیگم حالا حالشون همیشه خوبه و اوکی و اینا، خیلی الان مثلا نمیدونم میگن نمیدونم فلان اتفاق برای من افتاد یا بسیار اتفاق برای من افتاد، اینا آدمن، اینا هم عصبانی میشن، اینا هم قاطی میکنن، اینا هم، ولی خب کلا اون حس آره برآیندش مثبته و خب این خودش به خود حس خوبی به آدم میده. آره واقعا همینطوریه. و بماند که بهم حالا بگو که بگو گوشی هم که گفتی، به نسبت ایران اینجا اونقدر هزینه ای نداره، یعنی دو سری فصل تخفیف هست توی ایتالیا، حداقل من میدونم. یکیشون تخفیف برای آیتمان زمستونیه که اول تابستونه، اونم برعکسش هم هست دیگه، برای آیتمان تابستونی که در واقع اوایل زمستون و ایناست. خب و خب یا میتونین 4 تا قلم جنس با کیفیت با تخفیف خوب پیدا کنی که مثلا بپوشی و خوشپوش باشی در واقع. یعنی مثل ایران اونقدر، چون ایران تخفیفی ما به اون صورت نداریم دیگه، یعنی اگرم باشه بیشتر شعاف تبلیغاتیه تا تخفیف واقعا. دقیقاً. ولی اینجا چون باید بدن بره، انقدر تولید و بروز بودن و اینا دارن، باید بدن بره دیگه، تخفیف میزنن میره. و خب حالا تو مثلا جنسی که پارسال مد بود در امسال بپوشی بازم خوشپوش حساب میشی. آره. بهم بگو که وقتی که به ایتالیا مهاجرت کردی 2 تا ساید مختلف رو میخوام ازت بپرسم. بهترین دستاوردی که داشتی و تو رو خیلی خوشحال و خوشنود کرده و از اون طرف بدترین چیزی که برات پیش اومده و اون چیزی که خیلی ناراحتت کرده حاصل از این مهاجرت بوده، میتونی بهم بگی چی هست؟ بهترین دستاوردم شاید دووم آوردن تو این اوضاع باشه، چون اینقدر چالش برات پیش میاد و خیلی از چالش ها اینطوریه که تو هیچ ایده‌ای نداری، یا مثلا برات پیش میاد و باید هندلش کنی در همون لحظه. و من مثلا داشتم فکر می‌کردم که یه وقتایی فکر می‌کنم چه خوب که ما قبل از اومدن خبر نداشتیم این همه قرار سخت باشه، چون اگه خبر داشته باشی نمیای و کلا اصلا تجربه نمی‌کنی همه اینا رو. و یه وقتی آدم خودش تا وقتی تو اون موقعیت قرار نگیره نمیدونه چقدر میتونه دووم بیاره و چقدر سرسخت‌تر از اون چیزیه که فکر میکنه. چه خوب که وقتی ما باش روبرو میشی به خودت رو باور میکنی و میبینی که تونستم ازش عبور کنم و گذر کردم. آره و مثلا چه میدونم اتفاقایی که من مثلا 2 سال پیش افتاد مثلا برای دوستان میفته و میگم که ببین من دقیقاً تو شرایط تو بودم، میگذره، اوکی میشه، این کارا رو میتونی بکنی. و این همین آدم باعث میشه که آدم به خودش افتخار کنه، به خودش مثلا حس خوبی داشته باشه و هر چالشی هم که پیش میاد تو یه پشتوانه‌ای داری از این لحاظ که میگه که مثلا من نمیدونم به این غلبه کردم، پس به اینم میتونم غلبه کنم، با اینکه مثلا این مشکل کاملا متفاوت باشه. به یه خودباوری میرسی و خودت رو باور میکنی. به خودباوری میرسی. و بدترین دستاوردش چی به نظرت؟ البته دستاورد نمیشه گفت، بدترینش فکر کنم مثلا میشه اون چیزی که خیلی ناراحتت میکنه. ببین عقب میفتی، حس عقب افتادن از زندگی به دست میده وقتی مهاجرت میکنی و خب میای و آدمایی که همینجا به دنیا آمدن، همینجا بزرگ شدن رو میبینی و میبینی که مثلا آقا مثلا یارو چه میدونم خیلی زندگی نرمالش رو چیز کرده، چه میدونم 18 سالگی رفته دانشگاه، 22 سالگی فارغ التحصیل شده، خیلی شیک و مجلسی اینجا رفته سر کار و خودتو با اون مقایسه میکنی. آره ناخودآگاه پیش میاد نباید این کارو بکنی، ولی خب میشه دیگه، یعنی کاری نمیتونی در ارتباطش بکنی و این خیلی حس بدی بهت میده، چون اینجا ایتالیا برای ایتالیا کشور خیلی بهتریه به نسبت حالا به خاطر قطعا همینطوره. خب ما هیچ وقت شهروند اونجا نمیشیم و نه تا جایی که اینم که خودمون رو با اونا مقایسه کنیم هم اشتباه. فکر میکنم تا همینجاش هم که مهاجرت کردی تو قدم‌های مثبت زندگی تو برداشتی، سمتش رفتی، تلاشتو داری میکنی و باید به نسبت خودت سنجیده شی که نتیجهش میشه مثلا پیشرفتی که تا الان کرد. ولی وقتی که خب قطعا خودتو با یک اروپایی بسنجی که توی بهترین شرایط تحصیل کرده، رشد کرده، آموزش دیده و الان هم به ثمر رسیده، خب قطعا
آدم فکر میکنه که خیلی خیلی از ایتالیایی‌ها مهاجرت میکنن ولی خب مثلا نرخ مهاجرتشون با زمین تا آسمون با مال ما فرق داره، مدل مهاجرتشون هم زمین تا آسمون فرق داره. یعنی پاسپورت معتبرتری که دارن یه دونه چه میدونم یه دونه هواپیما سوار میشن یه کشور دیگه اروپایی که بهتره و با همون مدارکشون یه پروسه خیلی کوتاه‌تری رو طی میکنن و اجازه کار میگیرن و کار میکنن واسه به راحتی توی اروپا میتونن بچرخن. این پوان خیلی مثبتیه براشون. به راحتی میتونن مهاجرت کنن. مثل ما نیست که حالا نگران باشیم که مثلا چه میدونم مدارک ما قابل قبول هست برای کشور مقصد یا نه و از این جور داستانا. خب اینا خیلی آدم ناراحت میکنه چون صرفا همه اینا به خاطر جبر جغرافیا اتفاق افتاده دیگه. یعنی ما چیزی نبودیم، دخیل نبودیم در این مورد. آره درست. و یه سوال دیگه میخوام ازت بپرسم ولی یادم رفت. نه یادم اومد. میخوام ازت بپرسم که من میدونم مهاجرت کردن واسه هر کس مختص خودشه و هر کس به یک لولی میرسه که دیگه تصمیم به مهاجرت میگیره و اقدام میکنه و اینها. اگه یزدان برگرده به عقب با این سختی هایی که کشیده و الان خودت گفتی یه سری شرایط سخت و این داستان ها، با همه چیز که الان بهش آگاهی، باز هم مهاجرت کردن انتخاب تو هست یا نه؟ آره، چون من این در نهایت میخواستم مهاجرت کنم از اول شد موقعی که یادم میاد. خب اون صد خودمون تو ایران نمیذاشتم و الانم که نگاه میکنم میبینم اگر من ایران میموندم واقعا نه صد خودم میذاشتم و خب طبیعتاً هم اونقدری پیشرفت نمیکردم نسبت به پیشرفتی که اینجا مثلا 3 سال گذشته کردم نمیکردم. برای من اینطوریه. خیلی ها مثلا میذارن مثلا چه میدونم از همه جا رونده بشن به قول گفتنی تو ایران دیگه، مثلا کار به استخون برسه بعد مهاجرت کنن. خیلی مثل من کلا از اولش گفتن بی خوده تلاش کردن. حالا این نظر انرژی رو نگه داشتی که وقتی مهاجرت کردی اونجا خرجش کنی. آره، چون مثلا خب من میدیدم دیگه، میگم من خیلی آنالیز میکردم و خیلی حساب کتاب میکردم. مثلا میدم که آدمایی که خیلی تلاش میکنن واقعا به نسبت اون تلاشی که میکنن دستاورد اونطوری ندارم. به خاطر همین طوری هم کاریه. موضوع اینه. من با بچه‌هایی که باشون ویدیو کال صحبت میکنم یا حالا حضوری مصاحبه میکنم ازشون میپرسم که شیوه مهاجرتی خودت رو به دیگران پیشنهاد میدی، مثلا مهاجرت تحصیلی برای شما؟ آخه مهاجرت تحصیلی تنها راهه. یعنی اوکی اگه شما من همین اینجا یه دونه چیز باز کنم، یه پرانتز باز کنم. همین دیروز داشتم با یکی از دوستای دیگه‌ام صحبت میکردم که قاچاقی رفته بود هلند و وقتی این سوال ازش پرسیدم گفتش که بهتره که اگه حوصله‌شو دارید تحصیلی برید، اگه مثلا تحصیلی نتونستید حالا دیگه قاچاق هم مثلا اوکیه و نترسید و ریسک داره و باحال و این داستانا. بهم بگو که تو این شیوه رو پیشنهاد میکنی؟ چون ممکنه یکی کاری بره، ممکنه نمیدونم یکی قاچاق بخواد اقدام کنه، ارزشش رو داره این سختی رو به جون بخره و اینطوری اقدام کنه؟ ببین بستگی داره. خب کاری که بهترین راهه، ولی خب خیلی یا خصوصا مثلا چه میدونم یک کسی که 18 سالشه 19 سالشه 20 سالشه خب دیگه رزومه ای برای مهاجرت کاری نداره. موضوع یعنی تحصیلی بهتره. پناهندگی خیلی سخته. یعنی خب مسائلی پیش میاد که تو خود با لوس صحبت کردی، از اون از دیگه کمپش، از اون رفتاری که باهات میکنن، از اون محدودیت‌های شدیدی که داری، خیلی پروسه سختیه و خب شاید خیلی ها توان اون همه سختی رو نداشته باشن. بعضی و اصلا خیلی پروسه ریسکیه. یعنی تا حالا برسی به همون کشور مقصد، حالا میخواد آلمان باشه، هلند باشه، انگلیس باشه و بعد خصوصا جدیدن کلا کشورها خیلی دیگه دارن دراشون رو برای پناهنده میبندن و همونایی هم که توی کشور مقصد حالا رسیدن هم رو هوان. یعنی اینطوری هم که مثلا چه میدونم به بهونه‌های مختلف برمیگردوننشون. این هست. یعنی
تحصیلی کم ریسک ترین راه، یعنی سختی های مهاجرت نرمال رو داری تا به نسبت پناهندگی. درست. خیلی ممنونم از این صحبت‌های ارزشمندت. خیلی به نظر من ویدیو جالبی شد، خیلی کاربردی، به درد بچه‌ها میخوره. میخوام ازت یه خواسته‌ای داشته باشم برای خداحافظی کردن و پایان این ویدیو. اگه میشه به ایتالیایی به بچه‌ها بگو که لایک کنن، کامنت بذارن، چنل رو سابسکرایب کنن. اگه میشه این کار رو برای من انجام بده. من دوست دارم این، ولی ایتالیایی توی این چیزا نیست، ولی فالو کردن میشه، مثلا لایک کردن میشه متر اون میپیاچه، یعنی یه دونه آی لایک بذارین، این مثلا یه متر اون میپیاچه، مثلا فالو کردن میشه مثلا seguitemi su YouTube یا نمیگم یوتیوب، مثلا این میشه مثلا کامنت گذاشتن نمیدونم الان یادم نمیاد. اوکی، اذیتت نمی‌کنم. ممنونم به خاطر این ویدیو، به نظرم خیلی جذاب شد. اگه بچه‌ها درخواست داشتن یه ویدیو دیگه هم بریم راجع به مراحل اپلای کردن تا دانشگاه رسیدن. نظرت چی؟ من 3 سال پیش اپلای کردم و خب یه خورده سر این قضايا باید بروز باشی، ولی کلیاتش همونه. من هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم. خیلی ممنونم ازت. بچه‌ها اگه تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین از شما هم بسیار ممنونم، واسه من خیلی ارزشمنده. و اینکه اگه نظری دارید یا سوالی دارید تو کامنت ها بنویسید، حالا یا یزدان یا من جواب میدیم بهش. و اینکه اگه چنل رو هنوز سابسکرایب نکردید لطفا این کار رو انجام بدید. اگر به نظرتون این ویدیو جالب بود خیلی خوشحال میشم که با دوستاتون به اشتراک بذارید. امیدوارم که همیشه از مسیر زندگیتون لذت ببرید. ارادت.